الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید است که دوستان و برادران مجاهد در هر جایی که هستی جور و صحتمند باشید. بله سامعین محترم، بحث ما درباره شناخت شجاعت و بزدلی و ترسو بودن روان بود. حال می آییم بحث خود را درباره تشویق و ترغیبی که در قرآن عظیم الشأن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره این صفت شجاعت آمده است ادامه میدیم، تا اینکه امت اسلامی از خواب غفلت بیدار شوند و صفت والای شجاعت و دلاوری را در نفوس خود زنده کنند و صفت زشت بزدلی و ترسو بودن را از خود دور نمایند. بله دوستان محترم، الله متعال مسلمانان را به قتال و جنگیدن در راهش و ثبات قدمی و پایداری در راه جهاد و پیشروی نمودن در جهاد شجاعت امر کرده است و در مقابل الله متعال مسلمانان را از جبن بزدلی و ترسو بودن و فرار نمودن از میادین جنگ جدا منع کرده است. چنانچه الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. الآیه. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به انبوی کافران در میادین جنگ روبرو شوید پس به آنها پشت نکنید. و من یولیهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. الآیه. و هر کس در اون روز به آنها پشت کند مگر آن کس که هدفش از کناره‌گیری برای حمله دوباره یا به قصد پیوستن به گروه دیگری باشد، به خشم الله متعال بازگشته و سزاوار آن خواهد بود و جایگاه او جهنم است و چه جایگاه بدی است جهنم. بله دوستان محترم، الله متعال برای اظهار کردن شجاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را امر می کند. چنانچه می فرماید: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200 و ان یکن منکم 100 یغلبون 1000 من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآیه. ای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مؤمنان را به جنگیدن تشویق کن. اگر 20 نفر بردبار از شما باشند بر 200 نفر از کافران غلبه می کنند و اگر 100 نفر از شما باشند بر 1000 نفر از کسانی که کافر شدند غلبه می کنند، زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند. بله دوستان مهربان، علامه سعدی می فرماید: الله متعال با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر می کند: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. الآیه. یعنی اونها را تشویق کن و برانگیزان به سوی هر چیزی که اراده اونها را تقویت کند و برایشان نیرو می بخشد. تقویت جهاد با دشمنان الله متعال و یاد آوری فضائل شجاعت و صبر، آن امر که موجب خیر دنیا و آخرت می شود.
بلی دوستان و برادران مجاهدم، علامه در اینجا زیانها و ضررهای جبن را ذکر می کند که از جمله اخلاق رذیله است که از دین و جوانمردی شخص می کاهد. بلی دوستان و برادران مجاهد، شجاعت برای مؤمنان نسبت به دیگران بهتر می باشد. پس صفت شجاعت را در خود پیدا کردن یک امر لازمی و ضروری است که این صفت نیک باعث عزت نفس و سبب دوری از ظلم و ترجیح دادن اخلاق و صفات عالی می شود. برای دوستانم، شجاعت سبب خشم و کنترل انسان می گردد، چنانچه انسان به وسیله قدرت و شجاعت خیش نفس را در اختیار گرفته و اون را از خشم و غضب باز می دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شجاعت اون شخص را پسندیده است که در وقت خشم و غضب خود را کنترل نماید، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: لیس الشدید بسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شخص قدرتمند واقعی و شجاع کسی نیست که بر دیگران غلبه می کند و آنان را بر زمین می زند، بلکه شجاع واقعی کسی است که خودش را در زمان خشم و غضب کنترل نماید و بر اساس خشم و غضب خیش عمل نمی کند. بلی سروران گرامی، به هر حالت کنترل کردن نفس از جمله شجاعت و دلاوری می باشد. از الله متعال می خواهیم که من شما را از این صفت والای شجاعت و دلاوری محروم نگرداند.